سلام و وقت بخیر بینندای عزیز و فریخته. بیاین در این بحث ارتباطات مبحث سکوت معنادار و آگاهانه را بحث بکنیم. در واقع سخن گفتن زر است و سکوت گوهر. معنیش میشه که ما میگیم سخن وقت بگوییم بلند سخن بگوییم و ای قانع بسازیم ممکن کل ارتباطات امی باشه، اما یکی از بخشایی که نادیده گرفته شده اما تاثیرگذار است بحث سکوت آگاهانه است. ای که در کجاها سکوت بکنیم و چگونه سکوت بکنیم و این سکوت ها چی معنا را میرسانه برای طرف و برای ما چی فرصت هایی را میته، بحث این بار ما هست. ما در واقع سکوت میکنیم که حمایت بکنیم. در جای کسی که درد و اندوه داشته باشه حضور ما کافی است. اگر صحبت هم نکنیم کافی است حضور داشته باشیم و سکوت بکنیم. در عین حال سکوت برای تفکر. وقتی در یک مباحثه هستیم، در جلسه هستیم، ما سکوت میکنیم برای فهم، برای احترام متقابل، به خاطر از اینکه ما بتانیم جواب مستدل و درست ارائه کرده بتانیم. بخش از کار ما سکوت یا بخش از شنوایی فعال است. و بحث دیگه سکوت به خاطر از اینکه ما تنش را پایین بیاریم، یعنی فضا وقت تنش آلود میشه، خصوصا در مباحث خانوادگی. یکی از راه‌های حل ای است که یک طرف سکوت اختیار بکنه که فضا برای تعامل، برای تعامل و برای اندیشیدن و به خاطر از اینکه پس ما یک نوع همدلی و راه حل مشترک پیدا بکنیم برای سو فضا پیدا شدیم. در مسائل خانوادگی سکوت میتونه که یخ بسیار از تنش ها را آب بکنه. جالب است برم یکی از دوستای که در سلمانی گاهی میرم بچه جوان است، خواندن و نوشتن بلد نیست، اما بحث وقت سر سکوت شد نکته جالب را گفتم که بسیار عجب و بسیار مایه حیرت برم شد و یک عالم درس در این سخن از بود. گفت اگر شما در مسئله دعوای خانوادگی یک طرف بتانه سکوت بکنه، در واقع طرف دیگه اگر با کوی از غضب و قهر و نفرت هم باشه، ای در برابر سکوت معنادار آب میشه. یعنی وقت ما در تشنجا و تنش آلود فضای خانوادگی سکوت اختیار میکنیم و ای گرم رد بدل نمی کنیم و هر چقدر زبان بدل بشوه طبیعتاً تشنج حالتش بالا میگیره و در این موقع سکوت کردن و آگاهانه سکوت کردن یکی از راه های حل است. در جلسه هایی که شما در دفاتر و سازمان ها و جای کار می داشته باشین، سکوت در واقع نوع احترام و بلوغ شماست و دانایی شما است. به خاطر که تحقیقاتی که مایکل پینر در سال 2019 در پانتون تورنتو کرده، این نشان میده که هر چقدر فضای تنش آلود بلند باشه، سکوت میتونه یک راه حل خردمندانه، درست و راه حل معقول فضایش ایجاد بکنه. و اون خاطر که سر 63% از جواب دهنده ها که محصلان بودن گفتن وقتی که طرفشان سکوت اختیار کرد در برابر تشنج، اونا یک راه حل معقول، یک فضای به خاطر حل مسئله پیدا کردن. اما تایی که تند رد بدل کنیم، ما استدلال بکنیم و حالت تشنج آلوده بسیار حالت بحرانی بسازیم، این حالت میتونه که ما را از حالت منازعه و جنگ بکشنه. اما وقت سکوت معنادار میکنیم، معنایشی است که یک فضا میخوایم به خاطر حل مسئله و خلاقانه باشه فضا. در کدام جا سکوت نباید کرد
و یک رهبر یا مدیر چطور بتونه که در سطح سازمان سکوت کارمندا و کارکنا و همکارای خود بشکنه، و خاطر که سکوت همیشه و بار جنبه مثبت گرفته نمیشه. وقت در یک سازمان در جلسه هیچ کس نظر نده، وقت هیچ کس در خوب و بد سازمان ابراز نظر نکنه و سهم نگیره، برای رهبر و مدیر نیاز است که بدانه که علت چی است. آیا کارمندان میترسه از خاطر ترس از رهبر و مدیر هیچ ابراز نظر نمی کنن؟ آیا سطح اعتماد به نفسشان اینقدر پایین است که هیچ نمیخوان چیزی بگوین؟ یا میترسن که اخراج نشن یا کسر معاش نشن، یا ای که از رتبه و تعالی و ترقی در سازمان نفتن؟ یعنی علت از که مردم همیشه سکوت دارن چی هست؟ این در سطح سازمان بسیار مهم است که مدیر و رهبر متوجه سکوت همیشگی باشند. اما در جریان جلسه، در جریان از که خصوصا کسی اگر حالت برای ما پیش میاره که توهین و تحقیر میکنه، و همون لحظه ما نمیخوایم که عین واکنش نشان بدیم یا واکنش تندتر نشان بدیم، یک فضای سکوت میتونه که جواب بعدی را معنادارتر بسازه و مشکل حل بکنه. و این خاطر است که ما میگیم سکوت آگاهانه و سکوت استراتژیک در واقع میتونه با مثابه یکی از راههای تاثیرگذار، و اونقدر که سخن گفتن بسیار مهم است، سکوت کردن به موقع و به جا و متعارف هم مهم است که ما در ارتباطات روزانه خود، چی در سطح خانواده، چی در سطح جلسات کاری یا در صنف و جای کار، این استفاده بکنیم و با این پی ببریم که همیشه یک سر سخن گفتن راه حل نیست. ما سکوت آگاهانه را تمرین بکنیم و این معنادار سکوت بتانیم که از اقبال خوب تاثیرگذاریش نفع ببریم، تا بتانیم در کنار سخن سکوت کردن را بخش از ارتباطات یومیه یا روزمره خود بسازیم. تشکر از توجهتان. همچون مباحث خوبه، اگر خواسته که دیگران ازش آگاه شوه، میشه که سابسکرایب بکنید به چینل سپیک اند لید و از نظریات پربارتان ما را هم مستفید بسازین، و قصه های و حکایت های از مباحث خوب سکوت اگر دارید میشه در کامنت ارائه بکنین که ببینیم که در کجاها برای شما سکوت چقدر تانسته که کمک بکنه. ممنون از وقتتان.